درود و سلام به دوستان عزیز. من از شهر دالاس ایالت تگزاس از مسافر بستم به ایالت اوروگان جهت دیدن اقارب. همراه یک دوستم که ترک درایور بود رسیدم به اوروگان و رفتم به شهر پورتلند. از اونجا بعد از مدتی که اونجا بودم اقارب دید و بازدید اینا قصد کردم که اینمی مسیر رانندگی کنم، همراه موتر خودم رانندگی کنم دیگه. این مسیر طبقی که میبینین تقریبا 30 ساعت است، 2000 مایل. 2000 مایل این مسیرهایی که جی پی اس نشان میده با هم کم اختلاف داره، خواهم تقریبا 2050 مایل میامد 30 ساعت دیگه. من گفتم در این مسیر هر جای دیدنی که بود اونجا میرم لذتشو میبرم، یک تصویرم میگیرم دیگه. من پیش خود فکر کردم که تقریبا 3 روز طول میکشه و از 2000 مایلم طبعا بیشتر میشه به خاطر که خارج از مسیر میرم. خلاص از سفر شروع کردم، یگان مسیر اضافه شد، یگان مسیر کم شد. بسیار جاهای دیدنی است که من برای شما ویدیوهاشو گرفتم، اینا رو نشان میدم و درباره تک تکشان توضیحات دارم در ویدیو. بسیار جای دیدنی است که اونا را ویدیو گرفتم دیگه. این مسیر شد 3000 مایل در یک هفته، تقریبا 6 روز. در 6 روز طول کشید و این مسیرم البته از 3-4 جایش نتونستم برم، برف و بوران و این چیزا بود دیگه. عرضم به حضور شما بریم اینا رو به مسیران نشان بدم که این مسیری که جی پی اس نشان میده، این مسیری که جی پی اس نشان میده، این مسیران من نرفتم. مثلا دیگه ایالت های نیو مکزیکو نشان میده و اینا، من از اینجا نرفتم با خاطر که مسیرها داشت چیزای دیدنی و اما یگان ایالت دیگه مثلا ویامینگ بسیار خوب جاهایی داشت دیگه. کلرادو اینا دیگه رفتم بهتر بود، اما که دیدنش بهتر بود دیگه. اینا رو بریم به سمت مسیرهایی که من رفتم، اونا رو به شما نشان میدم. اینی مسیر است که من رفتم. میبینید که در ویامینگ چقدر مسیر انحراف پیدا کرده. خلاصه رسیدم به شهر دالاس. اینا دانا دارم با شما توضیح میدم. اولین جایی که من رفتم ایالت اوروگان، شهر پورتلند، لب بحر به نام کانون بیچ. بسیار جای عالی بود. جای دومیش به نام آبشار شاه و عروس بود، بسیار جای عالی بود. دیگهش از او بهتر، بسیار جای عالی بود. فیلمای شد بر شما گرفتم دیگه. اینجا وارد ایالت آیداهو میشم. از اینجا باز مکان دومش به نام شوشون، مربوط چینایی‌ها بود که در اون زمان قبل از امریکایی‌ها، بریتانیایی که اینجا آمدن امریکا رو جور کردن، قبل از اون چینایی‌ها اونجا در اون منطقه از اونها به نام از اون آبشار جور کردن. خب من تو رفتم و دیگه جای آیداهو فالز بسیار جای خوب بود دیگه. اینجا بعدیشون بسیار جای خوب بود. باز اینجا وارد ایالت ویامینگ شدم و دیگه جکسون هولز بسیار عالی بود دیگه. اینجا میبینه که چقدر انحراف به طرف بالا رفتم. اینجا که رسیدم دیگه اینجا بسیار برفباری شدید بود. 3-4 جای من مجبور شدم که باطل کنم، کنسلش کنم دیگه. رفتم به پس پایین آمدم. اینی بعد اون قسمت بالا آمد یولستون رفتم، بسیار جای عالی بود. بازم تو پایین آمدم. اینی مسیری که میبینه انحراف، اینی تقریبا 14 ساعت طول کشید اختلاف مسیرش. گفتم خیر از بعد خدا جای دیدنش دیگه. اینجا وارد ایالت کلرادو شدم دیگه. اینجا یک مسیر رفتم که بسیار عجیب و غریب بود، بسیار گل و چی. پس اون مسیر آمدم دیگه. اینجا دیگه وقت زیق وقت که طولانی شدن از سفر و نداشتن وقت دیگه 6 روز شدم. وارد اوکلاهاما شدم و 2 جای از اوکلاهاما گرفتم دیگه. مسیر نگرفتم و یک راست وارد ایالت تگزاس و بعدشم شهر دالاس آمدم خانه. در مجموع 17 دانه مکان دیدنی شد که من رفتم و اینا را دانه فیلم گرفتم. اینا بریم به سمت اولین ویدیو از اولین مکان. البته قبل از اینکه بریم به سمت تماشای ویدیوها از این اماکن، میریم به ما یک 17 دانه تصویر از این 17 جای جور کردم که در می قسمت اول ایره میمانم که
شما او رو ببینین، تصاویر داشته باشین که در قسمت های بعدی باز بفهمید که در کجا در ذهنتان بشینه که تصاویر باشه بهتر است دیگه. بریم بخیر به سمت تماشای تصاویر این اماکن دیدنی، بعدش هم ویدیوها. حالا بریم به تماشای اولین مکان دیدنی که به نام کانون بیچ است ببینیم. بریم بخیر. البته کانون بیچ، همون کانون بهتر است. یا بیچ اورگان. طوفانی و بازم صدای هیچ معلوم نمیشد دیگه. ما گرفتم پخش کردم صدا را دیگه. هوا طوفانی سعی کنیم چی یک شمال شدید اون موجا رو ایجاد میکرد. سعی کنیم اون موجه این در موبایل معلوم نمیشد، در تصویر او قدچی نمیشد، در چشم دیگه چیز معلوم میشد. او اباحت، او شمال شدیده که باد شدیدی که باعث ایجاد موج میشد. اون موجات اینی موجا هر کدامش بسیار ارتفاع داشت، تقریبا 2-2.5 متر ارتفاع داشت این موجا. یعنی اینجا که نزدیک شده
ارتفاعش پایین شده. سعی کنین مثلا اینی موجه سعی کنین اینی موجه و موجه دیگهش سعی کنین. اینا کلشون هم در اینجا که رسیدن تقریبا 1 متر ارتفاع داره دیگه. وقتی که از دور می آمد می دیدیم دیگه بسیار ارتفاع داشت دیگه. اینجا نیام از اینجا میگن اقیانوس آرام، ولی من خود دیدم آرام بود. همون روز دیگه همین رقم بوده. خب یکان روز میشه دیگه. تاله همین روز که من رفتم باز بسیار چی بود، ولی بازم زیبایی خود داره دیگه. دیگه هم از پرنده های اینجا و دیگه. اینی تصاویر بود از اولین مکان دیدنی در اورگان. یام اولین مکان از ابدا مکان دیدنی که در نظر گرفتم به نام کنون بیچ. همون کانون خود ماست. این کلمات فارسی رو میگن کج وج میکنن، انگلیسی جور کردن برامون. مثل مادر mother یا پدر father یا برادر brother. کلمات فارسی کج و وجشون میگه انگلیسی. یا همون کانون بوده، کانون فرهنگی، کانون اطلاعاتی، کانون بوده کنون. بگذارم میرم به سمت دومین مکان دیدنی. دومین مکان دیدنی به نام لاترال فالس است که به حساب براید اند گرام میگنش، همون شاه و عروس. بریم که اینجا بسیار جالب است. داماد و عروس میان در اونجا عکس میگیرن از هر جایی که همون نزدیکی ها که باشن، یا مثلا از اون منطقه یا از منطقه نزدیکتر. باز وقتی که عروسیشون میشه باز میان زیر از آبشار عکس میگیرن. با خاطر که این آبشار با نام شاه و عروس است. بریم بخیر. بیام زیر آبشار بسیار زیبا. در این قسمت ها ما گپ زدم، گپم فهمیدن نشده. چرا؟ بخاطر که من نزدیک آبشار شدم. هرچی که نزدیک آبشار شدم صدای آبشار بسیار بلند بود، بسیار بلند بود. من بخاطر همون گفتم شاید همین تلفن نزدیک دان خود بگیرم، شاید بهتر صدا رو ضبط کنه. اما متاسفانه صدا ضبط نشده. مایک صدای آبشار رو بیشتر گرفته. بخاطر از اون من اینا رو کلش صدا رو در قسمت ها پایین آوردم در مجموع دیگه. شما یک قسمت از صدای اصلی آبشار شما بشنید. خب میریم به سمت سومین مکانی دیدنی به نام مولتومو فالز. بریم بخیر. از این فکر باش نفتی خب؟ این مشکل توضیحات داده بودم اما صدای آبشار نمونده. بخاطر از اون انا رو توضیحات میکنم صدا رو بخش بدم. این آبشار بسیار کلانتر از آبشار است. این آبشار دو بخش، بخش پایین و بخش بالا. این آبشار وقتی که سرازیر میشه به یک سطح صاف، این قسمت سطح صاف میخوره. او سطح صاف همین مورد نمیشه، اونجا بسیار کلان است. به اونجا سرازیر میشه و یک نمای زیبا رو ایجاد میکنه. باز پس میاد جریان پیدا میکنه به دوم، از دوم باز یک جای دیگه. اینا رو ما میبینیم به این سر پل. او سر پل که است او سمت بالا این قسمت. اینا رو بالا شدیم آمدیم های میدان و تای میدان رسیدیم به این سر پل. اینا از اینجا به شما نشان میتونم همون سطحی که برخورد به این قدر کلام بود. از پایینت معلوم نمیشد. اینجا ما بودیم
باش پس از سر از اینجا آبشار سرازیر میشه در این سطح به این شکل. صحیح شده برو دیگه. این حالا میریم او از اونجا سرازیر میشه از زیر پل میایه اون قسمت ما بودیم پیشتر. این قسمت پس جاری میشه با صورت آبشار میرزه به سطح دوم، سطح تحتانی، سطح عربی تحتانی عربی. این قسمت اینی شد توضیحاتی که من در اونجا گفته بودم دیگه متاسفانه چی نشده بود که حالا من اضافهش کردم. بسیار یک آبشار زیبا بود دیگه. بریم به ادامه ویدیو. ایام ادامه همون مسیری که ما را رسان به پل و از اونجا ادامهش دادم به صورت خم و پیچ، بغل بغل آبشار، بغل بغل کو میره بالا تا سر آبشار دیگه. اینی قسمت من یاد رفته بودم که سطح اولی که صفحه اولی که آبشار داشت میریزه این اینجاست که از دور دید نداشت. از اونجا اول در اینجا میریزه، از این سطح میره به سطح دوم که همونجا پل بود و از اونجا سرازیر میشه به سطح سوم که همون سطح تحتانی بود. و این مسیر ما ادامه دادیم و آمدیم بالا در این منظره عالی از کشتی باری. این خب باز خب یک کشتی باربری است که از این تصویر داشتیم یا پارکینگ است اون قسمت که ما آمدیم. و این راه بسیار طولانی است رفته تا سر آبشار و ما این راه را ادامه دادیم و تا یک جایش رفتیم و دیدیم بسیار طولانی است. پس برگشتیم. این بود سومین مکان دیدنی از 17 مکان دیدنی. اینال میریم به طرف چهارمین مکان دیدنی به نام برونیو دانس استیت پارک. برونیو دانس استیت پارک دیگه. بریم بخیر به سمت چهارمین مکان دیدنی از 17 مکان دیدنی در نظر گرفته شده. بریم بخیر. بعد از اینکه یک استراحت و دوباره شروع به حرکت. رست اریا، محل استراحت. باز استراحت باز بخیر ادامه راه. این وارد آیداهو شدم و با اینجام استراحتگاه.
هم رست ایلیاس و هم ویلکم مشون اشتراکی آیدهو. دیگه نال اینجا وضو و نماز و دیگه استراحت و صبح صبح بخیر حرکت.